خودش هیچی نیست. من قدرش بسیار سیاحت کردم. لیکن اون بلندی و اون آشیانهایی که معنی سرغز شعرهای بزرگ است تا امروز هیچ که با اون نرسیده. نمیرسم گپ مردکش. لیکن تحسین بخدد. همون آهنگ با همون معنی با همون استانه از برای خدا رسیدگی. بسیار خلاب شده. تعریف یک دوداری نه از برای خدا. من صنعتکارم. شعر یا آهنگ بزرگ میکنه یا آهنگ شعر بزرگ میکنه. در اینجا هر دوش بزرگه. مردک بوری. زیادتر مردم به آهنگ. یگان جای کار نیست. در آن حالتی که همین کیای باید کیای اون عروضی سمرقنده چیه یک کس است که یک شاعر عروضی سمرقنده و گفت که شاعری که از آهنگ موسیقی دور از گفت غزل دوام ندارد یعنی دوامناک نیست دور نمیره امرش کوتاه یعنی با معنای همیشه حافظه حاضره بود یک بارم دمام میکنه میارن یا 3-4 سال پس میبینی که ما شاهدم ده همین کاخی بارباد ما کار میکردیم اگر نورالله خدا رحمته ادمنستراتور من دیرکتر بود من همونجا راهبر بودم همین یکی همین کانسر از برای خدا هم یکم کانسر همین کی داد نجمدین حرما دیدیم کاخی بارباد نیمیست که میکش از برای خدا شکستن قریب 1 ماه 2 ماه همینجا ریمان شد باید دیدیم با همون تا همین اینم چند کرد همین حافظه کانسر همه زلال تریزار شکستن از برای خدا یک تا حاضر همه یک جای میمونن تریزور هیچ که نمیشکنه صنعت اگر من میدونستم که صنعت خداداد نباشه یگان انسانی نیست که آواز نداشته باشه یک تصور کنید همه ما و شما آواز داریم یکی صنعت و حافظی با خوانیش بدانیش با علم میشید همه حافظ میشید خیلی تو خدا من 5 اینستیتوت تمام کردم نه تمام نکردم 5 اینستیتوت شما تمام 5 اینستیتوت خوندم جورابک برات حیاتش ده صنعت روی صنعت یک بسری نخونده است 5 اینستیتوت خوند معلمی خوندگی تمام کردگی مثال ما همه این با دیگه با خواندن با تعلیمی پروفسور اکادمی و اینا هیچ حافظ نشده است اون پروردگار کنات یاد اگر کوتاه بکنون هیچی نداری یکی پالوانی یکی بزکشی بین 100 از یک کس میکنه میبراید تصور کنید ما درسته که این حافظی ممکن مثال صدها حافظ پیدا شد از بین 1 کس 2 کس 3 کس باشه این در سلاله سالهای 10 و 15 سال بعد معلوم می شود کی برای شکرانه سید جان رحمت جان من به خاطر خود بزرگم سجده میکنم به خدا چیزی وای آدم من به همه که آرزو میکردیم اقل یک ذره فایز با همه شعر شاعری خودش میارزیدم آدم به خدا نمیارزه خودش لیکن پروردگار اینقدر بزرگی رو در رو آدم جار کرده است که من این کار کردن نمیتونم شخصا من نمیتونم این کار کنم که چقدر این شعر شاعری بزرگ در رو آدم جا شده است این ما و شما بودین بعد از ما سالها گذاره این چیزم حتما آدم ها با تکرار خودش استاد میگه که شاعر و شعر اگر هست عرصه سربازی هست از خدا و شاه و از پیغمبر دنیا یک نفر ناراضی هست یاغی هست آسی هست خیلی بوده یک قسمت شاعرها آدم شب ببینیم که بگم همینا اما شعر جمال کی شاید اینا برود بگم ما شعر خودم در یک جا من گفت که باید بسه خریدم روخم یا بخوانش یا نخوانش گفت یا به خطا بخوانش بعدم چی میگوید اونجا میگوید چی گفته که من میروم
فشرده با نیوام زیدونیو من نیوای وای گفت است که با پنجه فشرده من میروم نمورده من ایره نمیخوندم معرکه من با پنجه فشرده من آمدم به دنیا طفل 40 تولید میشه این مادر لیج مادرزاد با همین کفاش دستاش جکیدگیه همین خیلی است همه با شاهدیم همین از مادر تولید میشه همین خیلی اول دستکاش میبره بس سرش میبره من گفتم که پنجه فشرده من آمدم به دنیا یعنی انسان آیا هم بعد از رفتن هم کفن نصیبش میکنه یا نه مادرزاد میمونه من میگم که با پنجه فشرده من میروم زی دنیا وای من گفت من که نخودم من که نخودم تیر خطا میخوری بعد گوش کن جو همین تام خطا نمیکنی منم خطا نمیکنم تو با پنجه فشرده من میروم نموده یعنی تو مال ملک هستی در شهر موندی خودم که بمری چیزی نمیمره یعنی پنجه تو فشرده نیست تو میروی نکی نام نشان میمونه نکی ما ایره در نظر خدا میداند که ما را هم کفن نصیب میکنه با پنجه که مادرزاد به دنیا آمدیم مادرزاد از دنیا میاد همون کفن نصیب میکنه یا نه استاد او با مقصد میگه که من همه زندگی قصد ما گرفتم نتوانستم من با پنجه همین تا اول افسوس میخورم میرم با حسرت میرم این معنا کسی میگه ها شما کنه که هر دو وریانت خطی در رادیو خوندید سعید کن من به هر دو وریانت خوندم یک شب بودم با پنجه فشردم من آمدم به دنیا من میروم زی دنیا بگم من میروم نبوده و دلی وای دم نمونه گفته یکی شنوید خفه نشد نباشه این نه همون آدم حاضر در شخصیت خودش گفته که من درفت استاد با پنجه فشرده رفت اصلی خیلی همون نمورده است گفت در سری نمورده است با پنجه فشرده گفتیم که آدم که مرد پنجه فشرده کتی نمیره و پنجه کشاد کتی میره و بعدی مردن این میگه که من با پنجه فشرده من میروم نمورده یعنی ناراضی از این دنیا با این معنیش دوای با این معنی نمیگه می معنی داره که من قصد خودم نسیتاندم نه با حسرت میره و حسرت اینجا حسرت در نظر نیست حسرت هست اینجا میگه که من که از این دنیا هم که روم از من چیزی میموند که نوی من نشانه میموند جاویدانه ای هست البته یعنی من از این دنیا با پنجه فشردم که آمده باشم لیکن من چیزی مونده میرم همون خیلی میرم لیکن نمورده جاویدانه معنی باید شعر خوب همین که در براش بحث میکنه اینه باید شاعر دیگه هماله اما هم بزرگ نمیشید هم خیلی شاید لحظه دست گفت شده نوی با افندی قاضی مونده شروع دارم نیم کسک به همی تای طبق هم باشه بیان نشما ترجمه کرد تو لیکن که پیش مون همون گوش میده یکم گفت گوش نگه گوش کردم استاد مثلا خرم گفته های باید خرمه دیگه آمد باید ما کتنی کشیم سال خاصی تو که از جردول که آمده است افندی شیستیان گفته از همین زمینی من گیری پد نه گفت معقول گفته است رفت است گیره شما نه گفت معقول زنشون خمیر کرد خود است نه نورید شما باید خاصی اینش هم گفت معقول اینش هم گفت هم معقول هر سه تا گفت تو معقول پردرگاه یا سرود خونه دینگ دینگ که تو یاد گیرستان الان بالاشم شب کنم akşam çapana görün bu tabuna okuyun bunu. Tan teri kokuyor. Ben mahkemeye çıkıyorum. Yakasa şunu, yakasa şunu. Akıllı ben cümle پگاه بگایی ما تشکیل کنیم با هم مردم یک بخوری کنیم یک صحبت کنیم یا بگایی بعض بازی کنیم
بخش چوخی کنیم بعد رخصت کنیم بره با ایسید کدیلی دعوت ایسید نه مدون این دعوت ایسیدقای باشد دیگه ما بریم که چی پروگرام میشه اونجا bu program اگه ما برای دایرکتور خدمت هستیم جو همین نه اینجا گپ ما بریم پگا بیگوی معلوم میشه پگا چی میشه کی جو بره امروز هیچ کی گفتن نمیتونه پگای پرزیدنت تحویلدار رفته ممکن بگه که یک گروه هموسو بروام با همین وعده که بعد وعده خلاف شه من درست نمیشه خلق فریب کرده این همین جی شاو تلفن در دستم بود حتما همین جوابش من شخصا میگردم هم شلونی ما همین استاد هستیم اونا که چی بگن بعد این مردک بعد استاد اکا جورابک امی بودیم و نام اومدگی همه خاطر همه کس که هم مردم همه خوش دوران که یا بار بینن اکا جورابک ای نزدیک در تلویزیون همه تماشاش کردگی میدونن دیگه همه خوش دوران که یا بار ای نزدیک بودن خوش اومدی بگن که هم خیلی مهمون اولی قدری ما این بچه ها اومدگی خیلی دیدیم یک چند مرتبه اومدگی اپای مالیکا اومدگی در توچکو بود هم رقص بازی کردیم که تماشاش کردیم شلوک ما اومدگی نیست شلوک ما اومدگی نیستن همه تونه باید گرفتی فقط پول گرفتی من شما همه تو رایتو من میبیم سلامت باشه اکا دائم لازم استیم چی بنده موزیکانتاتون که اپرات دائم لازم استیم یا خی چی بنده یه بار استی 50 سال بار نیست همون با نوا شما من جون تا خریدم میتونم لوبوی بریم یا لوبوی جو هر دو ما بیم گفتم برای همون اینجا من تعجب من کشنم من تعجب ما همین خلق ما اینو همه دعوت کردیم شما را همه تونا یک شما را نه برادر همه تونا دعوت کردیم فقط شما را خلق تجویز گیرم مهمانداری کنم برای که قاعده برای مهمان صاحب خانه میخواند بله ازبکستان رفتیم یگان انسان حافظی کردن نموندن شما مهمان گفتن استراحت کنید ما خدا رو شکر حافظی خوب داریم دقیقه قرم دکتر سه چه فیرات میکنیم جا شما رو حرمت میکنیم میخونیم من هم میخونم بایا هم میخونم شما استراحت کنید انده که بیلی که هم اشتراک کرده بتونه پگه اگر بگن که بچه ها پگه همتون با روی سفید انا وقت ما اختیار در دست خدمت میشه انا بو وقت بعد میتونیم یا این بدلو ندرست است اگر که پگه روی سفید صاف سلامت رحمت کی گفت انا اونجا خواهیم نخواهیم با همیتون نگذاریم کوخی دیگر رو نیست میگذاریم دیگر رو نگذاریم باشه دامان ترابوتی ستمگر سر میتیم و نمیدیم سر برای همین یاد دومون بته بیا حاجی یاد دوم استاد زفر ولی سرسمان هستیم ببخشید شوي بخران ما بتصرف جورابه گه تمام خونه خیلی دکتر عرب تو میگه دکیم جو معیشت میکنی میگه حرمت خدا وقت خیزم بیاد بیرون نمیخونه یه اولاد بیرون نمیخونه اگر راست استاد خونه حاجی بابا بیا خدا شکرانی دولت یعنی صحت خاطری جان یعنی بیغم متوجه خروج عزیز برکت دست هم کنه آمین کسب کاری همون برکتی عاقبتی کاری همون نیک پروردگار صنعتکارایی که هست از نظر خلق هیچ وقت نمونیم این خانه مراد خانه شد دستور برون یه ایفانی همه هفت تشکر کنه برای بخاطر همه خاطر کشتن دوستی ندارم
Davu kastım davu canım. یا باید تو مصلحت تو بده بیرون ما هیچ زمان هیچ دنیا همه هیچ ما هیچ زمان هیچ دنیا همه هیچ هیچی بحری هیچ بر هیچ مپیچ دانی که زی آدمی چی میماند بس مهر است محبت است باقی همه گذر کردم به قبرستان کم بیش بدیدم قبر دولتمند درویش نه درویش به کفن بر خاک رفتم نه دولتمند برد Good.